دوستان من پدر مراجعه کردم بابت امور ضد سرقت. یه شاهکار از یه صافکار، ببین این در رو جوش داده و یه چیزی که هنوز برای من قفله اینه که سیم پمپو ببین به در جوش داده. آخه مغز تو سرویس اینطوری جوش میدن. الان مشتری من یه پمپ هم ایراد داره، خب حق داره وقتی این کار نمیکنه، وقتی این سوکت به این سوکت وصل نیست. این چه کاری که خدا وکیل شما انجام میدین بابا؟ ما خوف‌سازی چه گناهی کردیم خدا وکیل؟ باید گندکاری شما رو اونجا جمعش کنیم. دقت کنیم دوستان. خودرو پراید داریم، برای خودرو ما قفله در رو به مدل تیتان عوض کردیم. شاسی 4 تا در کور شد و برای پوش دستگیره هر 4 تا در محافظ خورد. این همون شاهکار پراید است که صافکار برداشته بود، سیم پمپ داخل جوش داده بود. آقا نظر راجع به کار ما چیه؟ آقا من خیلی راضی از کارت. دست در نکنه، خیلی هم زحمت کشیدیم بابت کار ما. خدا شکر. این صافکار من خودم باید برم شاهکارش نشون بدم. برای دوستان نمیدونم بهت بگم بی خیالش بشی یا نه، ولی واقعا چیزی بود که کار من قفل بود. به هر حال خدا شکر که از کار ما راضی بودید. دوستان حواستون به مالتون باشه، سرقت زیاده.